به نام خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شنونده های خوب رادیو. خدا کنه که خوب و صحت و سلامت باشین و در یکی دیگر از برنامه‌های میزگرد شما را خوش آمدید میگم. آرزوی صحتمندی و سرسلامتی یک و یک شما را از بارگاه ایزد منان دارم. امروز باز هم یک موضوع خیلی خوب و موضوعی که باید همگی در رابطه آگاهی داشته باشن انتخاب کردیم. موضوعی که انتخاب کردیم امنخانه برای کودکان هست. ای که در یک کشور امنخانه که به خاطر کودکان ساخته میشه چگونه یک امنخانه باشه و دید اسلام در رابطه چی گفته و راجع به پرورش اطفال هم صحبت‌هایی می داشته باشیم. قبل از اینکه مهمانایی که در استودیو با ما هستن با شما معرفی بکنم، یک وقفه میگیریم و نظریات که در رابطه به امنخانه کودکان بیرون از استودیو مردم نظر دادن و دیدگاه‌هایشان را شریک ساختن میشنویم و دوباره هم برمیگردیم. سلام علیکم، عبدالمبین نوری هستم از مزار شریف. ما به خاطر که یا هم به خاطر بعضی مشکلاتی که در خانواده وجود داره نمیتونه فامیل اطفال را تربیت سالم بده و یا هم به درس های خوب اونا تشویق شوند. فامیلای هست در این اواخر یا هم فعلا که از اقتصاد خوبی برخوردار نیستند تا بتانند اطفال خود را به مکاتب و یا به مدارس خوب اونا را راجع کنند یا هم روان کنند تا بتانند تربیت سالم را یاد بگیرند. همین اقتصاد فامیل هاست که مانع شده اطفال از تربیت سالم به دور باشند و نتانند تربیت سالم بگیرند. ما از دولت میخواهیم که امی فامیلایی که اقتصاد خوب ندارن اونا را کمک کنند تا اطفالشان تربیت سالم بگیره و به درس ها و به مکاتب خوبتر اونا روان شوند. تشکر. به نام خداوند مهربان. سلام عرض ادب دارم خدمت تمامی شما. زهرا یوسفی هستم، یک تن از شاعران و نویسندگان افغانستان. میخواهم چند نکته مهم را درباره پرورش کودکان اشاره کنم. رشد سالم کودکان نیاز به تامین امنیت دارد که هر خانواده مکلف است به حفاظت و مراقبت و تامین امنیت و ایجاد زمینه رشد همه جانبه کودک توجه جدی داشته باشد. کودکان چراغ هر خانه هستند. آنها انسان‌های کوچک هستند که به مراقبت جدی نیاز دارند. السلام علیکم، سراج روفی هستم از شهر مولالی یعنی مزار شریف. نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان خود، یعنی پدر و مادر که از نقش عمده را در زندگی اطفال خود بازی میکنند. یعنی هر آن چیزی را که پدر و مادر انجام میدهد اولادش از او به مو دیده به پدر و مادر خود تقلید میکنه. یعنی که هر گونه مثلا تربیت خوب بدهد یا بد بدهد، در صورتی که هر والدین کوشش میکنه که به فرزندای خود تربیت سالم بده، چون که در یک جامعه زندگی میکنه به نام همو پدر یاد میشه که مثلا فرزندی که چه قسم یک تربیت فامیلی داره نداره و دیگه والدین میتونه در با رول خوبی را بازی کنه. دوباره خوش آمدین در ادامه برنامه. دوستای عزیز، نظریات و دیدگاه های مردم را در رابطه با موضوع برنامه شنیدیم. امروز در استودیو با ما جناب احمد صمیم حیدری، آگاه مسائل دینی، محترم نثار احمد تفضلی، استاد دانشگاه و بانو هدیه جویا، فعال حقوق مدنی در استودیو با ما هستند. خیلی خوش آمدین. نخست میخوایم که جناب حیدری صاحب سوال بپرسم. جناب حیدری صاحب در استودیو و در بحث امروز شما را خوش آمدید میگم. میشه که نظریات خود را راجع به امنخانه کودکان شریک بسازین که امنخانه کودکان چگونه یک امنخانه باید باشه و دید اسلام در این مورد چی است؟ به نام خداوند یکتا. درود بر منجی عالم بشریت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و آله و سلم.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان نهایت عزیز و گرامی. امیدوار هستم همه‌تان لباس عافیت و تندرستی بر تن داشته باشید. از آنجایی که الله متعال در سوره منافقون می‌فرماید که انما اموالکم و اولادکم فتنه، هر آینه مالهای شما و اولادهای شما برای شما فتنه است، پس اهمیت زیادی دارد امنخانه از دیدگاه شریعت اسلام. شریعت اسلام در این باره برای ما تأکیدات زیادی دارد، از جمله این که می‌فرماید اولادهای شما فتنه است. این اولادها فتنه هستند تا زمانی که از اینها استفاده درست نشود. اما برای این که فتنه اولادها و فتنه که از سر اولاد به وجود می آید از بین برود، ضروری و لازمی است که جاهای مخصوص به اطفال باشد و جاهای وجود داشته باشد که اطفال در آنجا تحت نظارت و مراقبت باشند. اما باید واضح‌تر بگوییم که این امنخانه ها و یا هم این جاهایی که اطفال مجرم و جنایتکار در آنجا بند می شوند، در کشورهای غیر اسلامی وقتی که اینها در آنجا می روند از اینها استفاده سو می شود، یعنی استفاده ابزاری از اینها صورت می گیرد. بناهن اگر کسی می آید و امنخانه را رد می کند و می گوید در اسلام جای ندارد، به نظر من شخصا این است که امین افراد و امین علمای کرام و دانشمندان جهان اسلام نظریاتشان به خاطر همین هست که از اطفال استفاده سو صورت نگیرد. اما اگر در کشورهای اسلامی چنین موضوعی نباشد، یعنی استفاده سو از اطفال صورت نگیرد، اطفال تحت مراقبت باشد، در آنجا به درس و تعلیم و تربیه آنها توجه صورت بگیرد، شرعاً اشکال ندارد و این خوبم هست که یک اطفال جنایتکار و یک اطفالی که جنایت میکنن و مردم ضرر میرسانن، ظلم و استبداد میکنن، فقط به خاطر این که قانون ما را مکلف نساخته، اگر اینطور جلوی اطفال گرفته نشود و جلوی طفلهای جنایتکار گرفته نشود، در جامعه نظم جامعه از بین خواهد رفت. بله جناب ایدری صاحب، فقط امنخانه به خاطر کودکانی که جنایت میکنن ساخته میشه یا خیر؟ امنخانه دو بود دارد، یکی ما در اسلام و یا هم در شریعت به نام دارالایتام داریم و یکی هم امنخانه. امنخانه همون بود که قبلا حضور شما عرض کردم، اما امنخانه در اسلام بوده و هست. تاریخ امنخانه از زمان پیامبر بزرگ اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم آغاز می شود، زمانی که پیامبر بزرگ اسلام بر علیه مشرکین و مرتدین اعلان جهاد می کنند و جنگ و جهاد می کنند. اطفال معصوم پدرهایشان را شهید می دهند در راه اسلام و خودشان یتیم می مانند. در اینجا الله متعال آیات متعددی را درباره این که از اطفال، نه از جسم اطفال و نه از مال اطفال و نه از کارکرد اطفال استفاده سو صورت نگیرد، الله متعال به صراحت کامل در سوره نساء می فرماید که شما مالهای یتیمان را به طریقه نامشروع نخورید. به این معنا که اگر به طریقه نامشروع جایز نیست، به طریقه مشروع از هم جایز نیست. یعنی مال اطفال در هیچ صورتی نباید خورده شود، اطفال یتیم البته. بینن علمای جهان اسلام آمدن از این احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و آیات قرآن عظیم الشأن استدلال چنین کردند که اگر یتیمخانه جور شود، دارالایتام جور شود، در آنجا اطفال تربیه اسلامی ببینند و با فرهنگ غنامند اسلامی تربیت شوند، اشکالی ندارد. اگر باز هم قابل تأکید است و باید تأکید شود که اگر در کشورهای اسلامی هم در دارالایتام و یا هم امنخانه ها از اطفال
خدای ناخواسته استفاده سو و استفاده ابزاری صورت بگیرد، در اینجا هم جایز نیست که یک طفل به امنخانه انتقال داده شود. بسیار تشکر. سلامت باشین جناب حیدری صاحب. از شما جناب افضلی صاحب، شما هم در استودیو خوش آمدین. سلام خدمت شما. همچنان میشه که شما بگوین خانه امن به خاطر کودکا تا چه اندازه مهم و ضروری است؟ سلام و سلامتی خدمت شما. یک سلام خاص خدمت خوب شنوندگان رادیو. خیلی خوشحالم که با شما مجری خوش کلام هم کلام هستم. در رابطه با سوال شما میتوانم گفت افغانستان کشوری که 90% جمعیت زیر خط فقر به سر میبرد و به شدت وابسته به کمک‌های خارجی است. از سر و صورتش فساد میبارد، فسادی که سالهاست کشور ما را هم چموریانه میخورد. امروز اگر در یک خانه را تقلباب میکنی، در آن خانه میبینی که از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مشکلات گوناگون وجود دارد. از لحاظ سیاسی میتوان گفت که در طول چند دهه که در افغانستان جنگ است، در یک خانواده امو رهبر خانواده یکی از اعضای بدن خود از دست داده و خانوادهش نیاز مبرم به آسایش و آرامش دارد. طفلان آنها مجبور به کار و روزگار در بیرون می شود تا یک لقمه نان حلال به دست بیاورند. اگر ما بتوانیم گفت در این عرصه که یک امنخانه خوب و معیاری وجود داشته باشد تا همچه خانواده در همچه یک مشکلی که سر دچار می باشد همین طفلا راهی امنخانه شود و در آنجا نیازهای مبرم آن که مطابق به دین اسلام است برآورده شود. جناب افضلی صاحب، تا حالا با کدام امنخانه روبرو شده این؟ آیا خودتان کدام امنخانه را دیدین؟ متاسفانه در افغانستان تا فعلا که ما تو یک جای معیاری را چشم دید نشدیم و مشکلات گوناگون هم وجود دارد. امروز همه ما شاهد حال هستیم که اکثریت طفلا در شهر دستفروشی میکند، طفلی که استعداد بسیار والایی دارد. اگر ما با یک امنخانه معیاری درست به ایشان ایجاد کنیم و مطابق به دین اسلام در آن پیش برویم و اینا را تربیت کنیم و در جامعه تقدیم کنیم، همه مشاهد حال میباشیم در آینده بهترین رهبران میشود. شما سلامت باشین. به خاطر پرورش اطفال خانواده چقدر مسئول هستند و بیشتر کیها نقش دارند به خاطر پرورش اطفال؟ در نخست در یک خانواده یگانه چیزی که رول اساسی را بازی میکند در پرورش اطفال پدر و مادر است که میتون والدین هم گفته میتوانیم. پدر و مادر کسی است که اطفال را در خانواده تقدیم به جامعه میکند. یگانه کسی که سعی میکنه و تلاش بسیار مبرم میکنه در سه مادر است. میتوان گفت که یک مادری که با سواد باشد و یک طفل را که در جامعه تقدیم کند، تو فکر کو که 5 طفل را در جامعه تقدیم کرده است. او طفل میتواند که آسایش و آرامش را در جامعه بیاورد. سلامت باشین. تشکر جناب افضلی صاحب. بله دقیقاً زمانی که ما اطفال را به صورت درستش تربیت کنیم، به صورت درستش برشان زمینه تحصیل فراهم بسازیم و به صورت درستش شخصیت بسازیم و به جامعه تقدیم بکنیم، طبعاً که یک جامعه عالی، یک جامعه کاملا خوب و سرشار از علم و دانش میآید. بانوجویا شما هم خوش آمدین در بحث امروز و در برنامه. اگه شما بگوین که چی چیز باعث گمراهی یک طفل میشه؟ سلام بر شما، سلام بر مهمانانتان و سلام بر شنونده های عزیزتان. تشکر از سوال شما. خب در اول باید بگوییم که کودکان ارزشمندترین موجود هستند که میتونیم گفته که هدیه های خداوندی هستند. خداوند اونا رو بر ما هدیه داده و همیشه باید از کودکای خود بیشتر مراقبت بکنیم، اونا را تشویق بکنیم در همه عرصه ها تا در آینده باشن شخصیت‌های خوب در جامعه خود. خب عواملی که میتونه یک طفل یا کودک گمراه بسازه، از جمله ما میتونیم گفته که عوامل فردی است، احساس حقارت است که نباید بر طفل خود احساس حقارت بدیم و وقت ندادن است که باید وقت بدیم صحبت بکنه یا هر کار دلخواهی که یعنی برش خوشایند است انجام بده و همچنان تشویق نکردن است که بسیار مهم است در زندگی کودک که به تشویق والدین خود نیاز داره و باید همیشه اطفال خود تشویق بکنیم و تنبیه کردن است که نباید اطفال خود تنبیه بکنیم و هیچ وقت بالای اطفال خود با صدای بلند به گفته عام چیخ نزنیم یا صدای بلند همراهشون صحبت نکنیم و این باعث میشه که
اولاد ما اعتماد به نفس خود از دست بده، اعتماد به نفسش ضعیف شوه و احساس شرمندگی پیدا بکنه و روی طفل ما ضعیف میشه با ای که ما اگر با صدای بلند هم روشن صحبت بکنیم. و همچنان موضوع دیگی که میتونه طفل ما را یعنی گمراه بسازه نابرابری و ناهمسانی است در بین اطفال ما، که مثلا بعضی ها هستن در اجتماع ما دیدیم بعضی فامیلا هستن که احساس تفاوت یعنی بر اطفال خود ایجاد میکنن، تفاوت ها را بینشان قائل میشن که ای دختر است یا ای پسر است، که ما نباید احساس تفاوت داشته باشیم در بین اطفال خود یا تفاوت بینشان ایجاد بکنیم. و همیشه برشان قسمی که بیشترم گفتم وقت بتیم صحبت بکنن، حرف بزنن، تا باشه که در آینده وقتی در یک جمع نشستن بتونن با روحیه بالا، با اعتماد به نفس بالا صحبت بکنن و احساس شرمندگی برشان پیدا نشه. و این عوامل که ما یادآور شدم باعث میشه که کودک ما گمراه شوه و از جامعه و فامیل خود به دور بانه. خب بانو جویا، کدام کارها به خاطر ترویج و پرورش بهتر اطفال لازم است که ما باید انجام بدیم؟ خب نکته های اساسی که ما بتونیم بهتر طفل خود یا کودک خود تربیت بکنیم، از جمله میتونیم گفته که تشویق، ما باید اطفال خود تشویق بکنیم. اگر کدام کار گاهی اشتباه میکنه یا اشتباه ازش سر میزنه، او را تنبیه نکنیم، او را تشویق بکنیم. خیر، اگر این بار اشتباه شد بار دیگر نخواد اشتباه شد. خب نگوییم که تو نمیتونی، باید همیشه بگوییم که تو میتونیم، تو لایق هستی، تو آینده خوب داری، تو حتما میتونی. تشویق بکنیم، همیشه تشویق ما حملهشان باشه، سرزنش نکنیم. خب همیشه رفتار خوب بکنیم، حملهشان با محبت و نوازش، با یک آغوش که پر از محبت و مهربانی باشه حملهشان رفتار بکنیم، یعنی آغوش خوب حملهشان داشته باشیم. آغوش ما باعثی شود که برای طفل ما آرامش پیدا شود و تا ای که مثلا اگر کدام روز با مشکل برخوردن، حداقل بتونن که یک تکیه‌گاه یا یک آغوش پر از مهربانی داشته باشن. و موضوع دیگه که برای پرورش بهتر اطفال ما لازمه است، علایق و چیزایی که اونا زیاد علاقه دارن برشان احترام بگذاریم، به چیزایی که مثلا بیشتر شوق علاقهشان زیاد است در اختیارشان قرار بدیم، در دستشان قرار بدیم و نگوییم که ما یعنی نمیتونیم که ایره به دستان قرار بدیم. همیشه از هر هایی که ممکن است باید او چیزی که باعث علاقه طفل میشه او را حتما به دستش قرار بدیم و مثل دوست همراه اطفال خود باشیم، مثل یک رفیق باشیم تا با راحتی بتونه که حرفای دل خود بر ما بگویه. و اگر با کدام مشکل یا گاهی وقت اگر جگرخون بود یا اگر ناخوش بود بتونه به طرف ما بیایه و بتونه احساس بکنه که من یک آغوش آرامش دارم. و موضوع دیگه که باید یادآور شوم، روزانه ما باید 10 تا 15 دقیقه همراه اطفال خود صحبت بکنیم، برشان وقت بتیم، وقت تعیین بکنیم، در کنار خود همراهشان صحبت بکنیم تا اونا هم احساس بکنن که ما میتونیم، ما هم انسان هستیم، ما هم صحبت میتونیم. و به اوقات تفریحشان همیشه وقت بتیم، به اوقات تفریحشان احترام بگذاریم، اوقات تفریحشان ازشان نگیریم. و چون اطفالم به اوقات تفریح نیاز دارن، به تفریح یعنی جسمانی، به تفریح ذهنی نیاز دارن، اونا هم حق دارن. اونا هم در کنار از که مثلا اگر مکتب میرن، در کنار درس و تعلیم خود باید
و گاهی اوقات وقت برای بازی، برای تفریح اونا هم وقت بتیم. اگر پیشروی کودکان خود ما با صدای بلند صحبت بکنیم، دعوا بکنیم، خب طبعا که بالای رویشون تاثیر بد میگذاره. اونا جنگجو به بار میاین، اونا خشن به بار میاین، عصبی به بار میاین و هیچگاهی نباید که پیش روی اونا برخاست بکنیم، با صدای بلند صحبت بکنیم و با رفتار خشن همراهشان رفتار بکنیم، صحبت بکنیم یا جنگ بکنیم دیگه. و در اخیرم پیام ما به خانواده های عزیز ای است که اطفال خود به عنوان دوست بشناسیم، اونا رو تشویق بکنیم، یاری بکنیم، برایشان فرصت های بهتر مهیا بکنیم، در عرصه های تعلیم و تربیت همراهشان همکار باشیم، همدم باشیم، دوست باشیم، رفیق باشیم، تا باشه که به تعلیم و تربیت خود برسن و به آرزوهایی که دارن از کودکی به آینده به مو آرزوهای خود برسن و یعنی در آینده اشخاص باشن که با کمال باشن، با اخلاق باشن، با الگوی مهربانی باشن و در جامعه خود باعث افتخار خود باشن، باعث افتخار جامعه خود باشن، باعث افتخار والدین خود باشن. بسیار تشکر، سلامت باشین بانو جویا. جناب ایدری صاحب، میخوایم که از شما بپرسم بازم چرا برای کودکان باید امنخانه ساخته شود؟ گرچه صحبت هم در این باره کردین، میشه که ذره فصیح و بلیغ صحبت بکنین. باید گفت که امنخانه برای کودکان خیلی ها ضروری و مهم است، به خاطر این که هر انسان کرامت دارد و کرامت هر انسان باید حفظ شود. کرامت یک کودک زمانی حفظ می شود که از استفاده کردن دیگران نجات پیدا بکند و یا هم به عباره دیگر آله ابزاری دیگران دست دیگران نباشد. الله متعال به هر انسان بدون تفکیک بین این که مسلمان است یا کافر می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ما برای بنی آدم کرامت دادیم، عزت دادیم، شرف دادیم، وقار دادیم، باید این حفظ شود. اما اگر این تأکیدات خداوند در یک کشور اسلامی باشد و مخاطب آن 99% اطفال مسلمان باشد، سوال از شما پرسان میکنم، آیا ضرور نمی بینید؟ آیا بهتر نیست که یک اطفال از این که در کوچه و بازار دست فروشی بکند، پلاستیک فروشی بکند، بد اخلاقی بکند و امرایش بد اخلاقی شود، بد اخلاق تربیت شود، تربیه اسلامی نداشته باشد، تحصیل نداشته باشد، تعلیم نداشته باشد؟ این بهتر است یا این که این طفل با عزت، با وقار و با شرف در یک جا باشد، اساتید، استادها و انسانهای دلسوزی وطن به یتیما و به اطفال محروم جامعه آنجا باشد و آنها را تربیه اسلامی و تربیه دینی و تعلیمات دنیوی یا معاصر را برای آنها یاد بدهند. این بهتر است از این که آنها در کوچه و بازار ابزار دست دیگران باشد. بله دقیقاً. اما جناب حیدری صاحب، تا کنون ما خو با کدام امنخانه مناسب روبرو نشدیم و حکومت قبلی همچنان در این بخش کدام کار نکرده و حکومت فعلی هم. چرا تا هنوز؟ به خاطر چون ما شما میبینیم در جامعه ما که اطفال همه روزه دست فروشی میکنن، کارهای خلاف هم میکنن، خیلی هایشان حتی دست به گدایی میزنن. متاسفانه که حکومت در این باره کدام اقدام نکرده و خواست شما چی است؟ نظر شما چی است؟ چرا در این رابطه کار نشده تا حالا؟ قابل یادآوری است که کشور ما از کشوری که هیچ چیز از خود ندارد. اقتصادش به دیگران وابسته است. در بود اقتصادی ما به دیگران وابسته هستیم. در بود فرهنگی هم ما به دیگران وابسته هستیم. اگر در افغانستان و یا هم در کشورهای اسلامی امنخانه معیاری به همان تربیه اسلامی و یا هم رویکرده های اسلامی ساخته شود، چی بهتر است؟ نظر من این است که اگر در افغانستان هم
خانه امن و یا هم دارالایتام ساخته شود، اگر مستقل باشد اشکال ندارد. یعنی از بودجه خود دولت ساخته شود، دست خارجی ها در آن دخیل نباشد و از شر آنها در امان باشد، اشکال ندارد. در غیر آن اگر یک امن خانه و یا دارالایتام ساخته شود که حامی آن، کمک کننده آن و تمویل کننده آن خارجی ها باشد، به نظر من این است که بهتر نه بلکه بدتر خواهد شد. چون شما اگر در کشورهای اروپایی نظر بیاندازید در دارالایتام ها و امنخانه ها برای اطفال، آنجا می بینید که هر طفلی که در آنجا می رود و بعد از گذشت زمان از آنجا بیرون می شود، بد اخلاق ترین طفل جامعه آنها می باشند. چند دلیل وجود دارد. دلیل اول این که امین غرب و امین اروپایی که امروز داد از حقوق بشر و از حقوق اطفال میزند، اینها به حقوق بشر و حقوق اطفال اصلا پایبند نبودند و نیستند. دلیل وجود دارد، می توانم به صراحت کامل براتان بیان بکنم. زمانی که آمریکا بالای ژاپن مادر بم ها و یا هم بم اتم استفاده کرد، نسل بعدی که بعد از سالهای متمادی آلا با وجود می آید و پیدا می شود، در آنجا شما می بینید همه کور و کرن. اگر غرب و جهان کفر به طفل و حقوق طفل و حقوق انسانیت ارزش قائل می بود، باید آمریکا امروز محاکمه می شدن که نشدن. ببینید اسلام عزیز بری ما دو نوع حقوق اطفال را بیان کرده. اول حقوق اطفال در بطن مادر، زمانی که در بطن مادر قرار دارد و در آنجا است، در آنجا خداوند متعال برای آنها حقوق قائل شده. پایش نمیگردیم، زیاد گپا دارد. و همچنان زمانی که این طفل به دنیا می آید و این طفل در جهان هستی می آید، در اینجا هم حقوق زیاد را خداوند به طریقه قرآن و یا هم لحن جلی و لحن وحی خفی، وحی جلی یا وحی خفی بیان کرده به زبان پیامبرش. اولین کاری که در بود حقوق طفل بیان میکند، الله متعال میفرماید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. میگوید مادر مکلف است که طفل خود را تا 2 سالگی شیر بدهد. یعنی حق طفل بر بالای مادر این است که طفل خود را تا سن 2 سالگی شیر بدهد. علمای جهان اسلام و محققینی که تحقیق کردن میگویند اگر طفل را پیش از 2 سالگی از شیر مادر جدا کرده شود و بر بالای طفل مریضی ایجاد شود و مادر پدرش هیچ مشکلی هم نداشته باشد، با آن هم طفل را از شیر جدا بکنن، باید پدر و مادر در مورد طفل پرسان شود. چرا این کار را کردید؟ چرا این جنایت ضد اطفال را انجام دادید؟ و همچنان بعد از اینکه کمی بزرگتر می شود، حق دارد که بر بالای اینها تعلیم داده شود. یعنی تعلیمات، تحصیل، درس، اخلاق، همه اینها برای اینها داده شود تا یک طفل خوب در جامعه تقدیم بکنن. به سبب این طفل یا هم این طفل الگوه برای اطفال دیگر شود تا یک جامعه داشته باشد. جهان اسلام جامعه دور از فساد اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، همه دار و نداری یک کشور اسلامی و کشورهای اسلامی باید وابسته به ارزش‌های اسلامی و فرهنگ اسلامی باشد که متاسفانه ما از فرهنگ اسلامی و فرموده‌های اسلام امروز به دور هستیم. متاسفانه و بدبختانه که خیلی به نام اسلام استفاده سو میکنن. بسیار تشکر از شما. خوب شنونده های عزیز، در این لحظات برنامه باز هم یک وقفه کوتاه میگیریم و نظریات و دیدگاه های مردم که در رابطه به امنخانه با ما شریک ساختن با هم یک جا میشنویم و فراموش نکنیم که برنامه ادامه داره. همچنان صحبت های شیرین مهمانان ادامه داره و سوالات دیگه هم هست که باید ازشان بپرسیم و شما باید آگاهی پیدا بکنین در رابطه به امنخانه و پرورش اطفال که چگونه بتانیم اطفال خود پرورش بدیم و امنخانه چقدر مهم و ضروری در یک کشور بوده میتونه.
سلام، عباس هستم از ولایت زیبای مزار شریف. تا هنوز دولت کدام خانه امن معیاری نساخته به خاطر اطفال که اوجا اطفال تربیت سالم شوند، اما تقاضای ما، خواهش ما از دولت همی است که یک خانه امن یا یک جای مثل کودکستان و یا یک جای مشخص برای اطفال ساخته شود تا در اونجا اطفال ما بتانه که از تربیت خوبی برخوردار شوند و تربیت سالم شوند. انشالله که دولت ما هم باید کوشش کنند که بخیر هموت یک ساحه و یا جای را بسازند به خاطر اطفال که در اونجا اطفال نظر به فامیل و خانه و بیرو و کوچه بهتر تربیت شوند و از یک تربیت خوبی برشان داده شود برای اطفال. سلام علیکم، ساحل هستم. در تربیت اطفال یا هم در تربیت سالم اطفال والدین، اساتید، حتی دولت هم نقش داره که به اطفال تربیت سالم بده، به خاطر که همین فامیل است که میتونه تربیت خوبی را به اطفال خود بده، یا پدر است، مادر است، یا هم برادر بزرگ. اما اشخاص بزرگ فامیل میتونه که تربیت خوبی را به اطفال بده، کارهای مثبت را اگر در مقابل اطفال انجام بده، اطفال هم از همونا نقل گرفته با اون کارهای مثبت ادامه میده. و همچنان اساتید در مکاتب که اطفال در صنف‌های اول و دو میباشه، میتونه که از اساتید کوشش کنه که به اینا تربیت سالم بده. و همچنان دولت کوشش کنه که خانه های امن معیاری را به اطفال درست کنه تا اطفال در او خانه های امن به تربیت های سالم دست پیدا کنه. بسیار خوش آمدین دوباره در ادامه برنامه شنونده های عزیز. خدا کنه که برنامه تا این لحظات براتون خسته کن تمام نشده باشه و مطمئن هستم که موضوعات خیلی خوب و تازه را یاد گرفتین و از شما هم تقاضا میکنم چیزهایی که شما از برنامه امروزی فهمیدین با دوستان، رفیقان و کسایی که شما هم صحبت هستین با اونا هم شریک بسازین. اگر میخواین که یک جامعه سالم و یک جامعه پر از محبت و یک جامعه پیشرفته داشته باشیم، پس خوب است که یک چیزی که ما میاموزیم و دیگرها هم بیاموزانیم و اطفال خود را تربیت درست داشته باشیم، اطفال خود را درست پرورش بکنیم و امی اطفال آینده کشور هستند. زمانی که یک طفل خوب پرورش میشه، خوب تعلیم و تربیت برش داده میشه، یک شخصیت عالی در آینده ازش ساخته میشه، پس مطمئن باشین که آینده کشور به دست اموناست و کشور رو به ترقی و پیشرفت سوق میکنه. خب جناب افضلی صاحب، شما بگوین که به خاطر یک طفل در ابتدا تربیت مهم هست و یا هم تعلیم؟ خب در رابطه با سوال شما میتوان گفت تعلیم و تربیت لازم و ملزوم همدیگر است و نیاز مبرم به همدیگر دارد. زمانی که یک طفل راهی مکتب می شود، زمانی که این طفل تربیت درست نداشته باشد، ما چگونه انتظار یک خوب شنونده در مقابل استاد را داشته باشیم؟ چون تربیت شرط اساسی است که در نخست یک طفل از او میآموزد آموزه‌های زندگی را و زندگی 4 مرحله دارد: کودکی است، جوانی است، میانسالی است و پیری است. در کودکی ما تربیت را میآموزیم از پدر، مادر، برادر، خواهر، خویشاوندانی که در کنار ما باشد میآموزیم تربیت را. بعد مرحله جوانی است که ما راهی مکتب و دانشگاه میشیم، علم را میآموزیم. دوره محسنی است، میانسالی است که ما تجارب زندگی را یاد میگیریم و دوره پیری است که خداوند مرگ با عزت نصیب میکند، انسان آسمانی میشود. در نخست میتوان گفت تربیت در یک خانواده به یک طفل شرط اساسی است. تربیت است که یک خانواده را به اوج قله‌های موفقیت میرساند و این طفل در اجتماع نمایندگی از همان خانواده خود میکند. در نخست میتوان گفت از تعلیم که بهتر تربیت در نخست باید تربیت آموخته شد، بعد تعلیم آموخته میشود، بهتر است. شما سلامت باشین. ما کودکستان هم داریم. طفلی که در خانه تربیت میشه تفاوتش با طفلی که در کودکستان تربیت میشه چقدر است؟ خب در خانواده‌ای هستند، اکثر خانواده‌ها در مشکلات گوناگون سر و چار هستند.
رسیدگی درست به طفلای خود نمیتوانند و طفل نیاز مبرم به تعلیم خوب، به ذائقه خوب، از هر لحاظ به یک آرامش ذهنی و روحی ضرورت دارد. و در خانواده‌ای هستند، اکثر از فامیلا هم هستند با آنها متاسفانه که زمانی که طفل در مقابل پدر و یا مادر ظاهر می شود و خواهان 10 افغانی می شود، پدر برش میگه که من این پول ندارم، دروغ میگه برش، در صورتی که از لحاظ روانشناسی اثرات بسیار منفی بالا یک طفل دروغ دارد و چند لحظه بعد برش پنجایی را میدهد. این خودش یک اثر بسیار منفی دارد، طفل دیگرگون میسازد. تفاوت شما یادآور شدید از تفاوت میان خانواده و کودکستان. بهتر است که طفل زمانی که به زمین راه می رود و آماده راه رفتن می باشد راهی کودکستان شود، چون کودکستان مکانی است که هر لحاظ یک طفل کمک کرده می تواند، از لحاظ معنوی، از هر لحاظ است. یک طفل در آینده یک طفل بسیار وانمود، یک طفل بسیار روشن فکر، یک طفلی که واقعا مظهر خدمت با جامعه میشد تقدیم میکند. بسیار تشکر، جان سپاس از شما جناب افضلی صاحب. بانو جویا، شما بگوین که آیا فقط مادر میتونه که یک طفل با تربیت و با اخلاق نیکو تقدیم یک جامعه بکنه؟ خب تشکر از سوال شما. بله، مادر هم مثل پدر مسئولیت خانواده و اطفال خود به دوش داره. خب مادر هم میتونه، خدای نخواسته اگر پدر نباشه، در نبود پدر اما محبت پدری که پدر بر اطفال خود ادا میکنه، مادر میتونه که امون محبت پدری رو بر اطفال خود بته یا ادا بکنه. خب ما داریم مادرایی که در جامعه امروزی ما مثل سپر، مثل یک کوه در کنار اولادای خود استاد هستند، همیشه امرایشان هستند. خب وقتی که یک طفل تولد میشه، اولین بار با کسی که روبرو میشه یا چشم خود بر اولین بار باز میکنه، با مادر خود روبرو میشه. خب آغاز زندگی خود یعنی با مادر خود آغاز میکنه. خب بدون شک مادر نقش ارزنده داره در تربیت اطفال خود و میتونه که او را به وجه احسن تربیه بکنه و به وجه احسن او را برسانه و در جامعه که آینده در پیش رو داره به وجه احسن او را تقدیم بکنه. خب همراه یک کودک مادر است که طبعا همیشه همراهش می باشه، او را تربیت میکنه، طفل خود برای راست هدایت میکنه. طبعا که مادر نقش زنده و مؤثر دارد تا بتونه که یک طفل خوب در آینده در جامعهش تقدیم بکنه، یک طفل خوب تربیت بتونه در آینده و یک شخصیت خوب باشه که از شخصیت خوب باشه، از رفتار، کردار و اخلاق خوب و نیکو برخوردار باشه و مادر به تنهایی میتونه که تربیت بکنه طفل خود، نقش ارزنده را داره در کنار پدرش. البته خب طبعا که ما گفته میتونیم که چوکات یک خانواده و یک فامیل، پدر و مادر هر دو این چوکات میسازه و نقش به سزا داره. خب خدای نخواسته اگر پدر نبود، مادر در نبود پدر میتونه که اولاد خود به وجه احسن تعلیم و تربیه بده و امرایشان همیشه استاد باشه، همکار باشه، اونا را تربیت بکنه و امو حس پدری را قسمی که در اول گفتم برش بده، مثل یک پدر در کنارشان استاد باشه، هم مثل مادر باشه، هم مثل پدر هم داشتن استاد باشه و در تربیتشان نقش داشته باشه. تشکر، جان سپاس از شما بانو جویا. جناب ایدری صاحب، در لحظات پایان از برنامه هم قرار داریم. میخوایم که در کل نظرتان من حیث یک آگاه مسائل دینی در رابطه با تربیت اطفال، در رابطه با نگهداری و پرورش اطفال به خانواده ها پیشنهاد بکنیم. خب باید بگوییم که یک طفل زمانی که به گپ می آید، فراگردان می شود، به راه حرکت می کند یا چشمایش باز می شود، کم و بیش عملکرد خانواده ها رو می بیند، این طفل دیگر در گفتار پدر کار ندارد، به این معنا که گپ پدر را گوش نمی کند یا گپ مادر را گوش نمی کند. یگانه کاری که می کند رویه های آنها را و عملکرد آنها را می بیند. اگر
در یک خانواده پدر و مادر عملکرد درست داشتن، تربیت داشتن، خودشان با اخلاق بود، طفل اینها با اخلاق می باشد. اما اگر یک خانواده مشکلات اخلاقی داشته باشند خودشان، همین طور طفلشان هم مشکلات اخلاقی را از آنها کسب میکند، بلکه درک نمیکند، کسب میکند. با گفتن آنها بارها اگر بگوید که کار زشت است انجام ندی، شاید در مقابل طفلهای هوشیار باشند بگویند پدر جان مادر جان تو این کار را خودت انجام میدی، باز ما را توصیه میگی این کار را نکن، این درست نیست. به عنوان مثال یک کار غیر شرعی و غیر اخلاقی و غیر انسانی که در خانواده های افغان است این است که به یک طفل پیسه میدهند، میگه برو برای من نسوار یا سیگار بیاور. وقتی که این طفل میرد از دکان میآورد، در ذهن خود داره که چرا پدر من این کار را میکند. البته کار خوبی است که پدر من این کار را میکند، به خاطر اینکه همیشه پدر و مادر اگرچه خودشان انسانهای خوبی هم نباشند به اولادهایشان توصیه به کارهای خوب میکنند و میگن کارهای خوب انجام بدید. وقتی که این طفل میبیند که پدرش بری از او پیسه داده که نسوار یا سیگار یا هر مواد نشابر دیگر بیاور، میفهمه که والا این چیز خوبی است. تو فکر میکنند که چیز خوبی است، اگر در پیش روی پدر و مادر از ترس آنها یا از احترام آنها این کار را انجام ندهد، پس باید داشته باشید که در خفای آنها و در پشت پرده از آنها، در دوری چشمان آنها این کار خلاف را این انجام میدهد. پس پیشنهادی من حیث یک کسی که در بود اسلام مطالعاتی داشتیم و یا هم داریم این است که باید پدر و مادر در یک خانواده به گفتار نه بلکه به رفتار خود طفل خود را تربیت سالم بکند. به همین خاطر اسلام عزیز را روانشناسا تایید میکنند و میگویند در خانواده‌ای که پدر و مادر خشن باشند، بد اخلاق باشند، از لحاظ روانشناسی این را ایجاب میکند که طفل از پیش آن پدر و مادر گرفته شود و در یک جایی که اخلاق آن حفظ شود و در آنجا اخلاق خوب را بیاموزد در آنجا برده شود و نگهداری شود. پس معلوم می شود که رفتار پدر و مادر در طفل فوق‌العاده تاثیرات خود را دارا می باشد. جان سپاس از شما جناب حیدری صاحب، جناب افضلی صاحب و همچنان بانو جویا از حضورتان در برنامه امروزی و جان سپاس از دوستایی که با ما همراه بودن و برنامه را تا لحظات پایانش دنبال کردن. تا برنامه های بعدی که باز هم در خدمت شما قرار می گیرم با یک موضوع کاملا جدید و تازه، شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. وقت و لحظات خوب و خوش داشته باشین. خدا نگهدار.